سحرها رفته با کوه از کوه هیزم میاریم و بعد باز عبد و یا عبد بعض روزا گرم باشد بعد از عبد رفته آب میاریم برای مال و گاو و کانیکول ما همین طور میگذارد. سیراج‌الدین 5 کیلومتر را طی کرده به چشمه شورک می رود. باید برای گاو و مالشان 50 لیتر آب بیارد. این کار با مشغولیت هر روزش تبدیل یافته است. که مال و گاو به آب میمونند ما با آب کشید و در زمستان وقتی که علاوی نیست ما رفته از کوه برای خانه علاوی میاریم. هر سال تعطیل سیراج‌الدین یک رنگ می‌گذرد. نه به شهر می‌رود نه به استراحتگاه. روزش را در راه به چشمه سپری می‌کند. راهی طولانی روی مرکب زیر آفتاب. امکانیت خوب است برای آرزو کردن. من میخوام که بار به دوشنبه رفته نشان و پرچم رو تماشا کنم و قصر میلاد رو ببینم و جای کار پرزیدنت رو ببینم. من حالا و 14 ساله‌ام. مثل سیراج‌الدین همسالانش نیز استراحت تابستانه را با کار روزگار می‌گذرانند. مردم دهکده‌های تاجیکستان اساساً عائله‌های میانه حال سرفرزند هستند و نمی‌توانند تفریح بچه‌ها را تأمین کنند. از سوی دیگر سنتاً بچه‌های دهه از خردی با کار بزرگ می‌شوند و این کسی را ناراحت نمی‌کند. 103 نفر نورس از دهه لاله‌زار دنغره انتظار درسشان هستند. چون با شروع سال تحصیل کارشان سبکتر می شود. کاری خانه امان را اجرا کرده، مالا را آورده، آب داده و خوراکم را خورده، مالا را حی کرده، خواب می روم و مالها می آید آنها را جمع کرده و آقلمان می دهیم. تنها آرزوهای شیرین است که لحظه ساکنان لاله‌زار دست کوتاهی و سختی روزگار را فراموش می کنند. باره فکر کردم که اگر در همین دهه یگان اتوبوس یا یگان گازیل میشد من همین کودکان همین دهه را برای تماشا به آثارخانه ها یا به شهر به باغ به یگان جای تاریخی سفربر میکردم. لیکن در دهه ما خیلی ترانسپر نیست. همین جامعه آرزوی ما جامعه عمل نپوشید. تا شروع سال نوی تحصیل 2 هفته باقی مانده است. سیراج‌الدین در برابر آبکشی تلاش میکند به درس‌هایش نیز آماده شود. با کنجی صندلی بنشسته شب مادری پیرم تو شاید جامعه دامادی میدوزی به صد نیت که روزی توی دیده در قدیمم بشکنی ارمان ببینی تا برنگی نو و حسن نو جوانیت با آن دستان لرزان شرفمند بمیرم من.